саноатикунонӣ бо суръати кишвар ҳадафи чоруми миллӣ буда, таъмини он омили асосии рушди иқтисодиёт, афзун гардидани ҳаҷми маҷмӯи истеҳсоли саноатӣ ва таъсиси ҳазорҳо ҷойи нави корӣ маҳсуб мегардад. дар ҳамин замина дар вилояти Хатлон баҳри татбиқи дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат ки бевосита ба рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва дар маҷмӯъ барои боз ҳам беҳтар гардидани шароити кору рӯзгори сокинон мусоидат менамояд, тадбирҳои лозима роҳандозӣ карда мешавад. طبق اطلاع مسئولین در سال 2024 از جانب صاحبکاران محلی در شهر و ناحیه‌های ولایت 89 کارگاه و کارخانه‌های صنعتی با تأسیس 776 جای کاری در سمت استحصال نخ پخته، روغن، گوشت مرغ، آرد، مکرون، نمک آشی، محصولات قنادی، شیری، دوزندگی، پلاستیکای فلزی، خشت‌های پخته، سمنتی، سبک، متال‌های قیمت‌بها، شیفرهای ازبستی و تنوکگی، مایع ظرفشویی، شیشه ساختمانی و دیگر نامگوی محصولات واردات عوض‌کننده به صادرات نگرانیده شده به استفاده داده شده است. کارخانه‌های صنعتی ولایت خطلون با استفاده از امکانات‌های موجوده در سال 2024 با مبلغ 12.5 میلیارد سومونی محصولات صنعتی استحصال نمودند که نسبت سال 2023 903.1 میلیون سومونی زیاد بوده، سرعت افزایش باشد 110% را تامین کرد. صنعت در ولایت سالهای اخیر رشد یافته، شماره کارخانه‌های صنعتی در این دوره به 828 عدد رسانیده شده. نامگوی محصولات صنعتی طول این مدت به 185 نمود رسانیده شده. افزایش حجم استحصال 140 نامگوی در جنبه سال 2024 افزایش یافته است. طبق تحلیل و خلاصه متخصصان در جمهوری تاجیکستان، شرایط و امکانات مساعد بهر رشد ساحه صنعت خیلی زیاد است و استفاده مقصدناک آن عامل مهم تقویت اقتصاد ملی می‌گردد. زیرا تامین روند صنعت کنونی با سرعت کشور از جمله برقرار نمودن اقتدارهای موجوده، بنیاد کارخانه‌های نوی استحصالی و دریافت راه‌های معاصر رشد صنعت می‌تواند اساساً در تأسیس جای‌های نوی کاری، تامین طلبات بازار وطنی با مال و محصولات خوش‌صفت و بلند گردیدن حجم صادرات به خارج کشور مساعدت نماید. وابسته به دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سالهای 2022-2026 را سالهای رشد صنعت اعلام کردند و در این زمینه مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت خطلون در دایره سپارش مذکور به نقشه‌گیری 500 عدد کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی را تحریزی نمودند و در جنبست سال 2024 در ولایت شماره کارخانه‌های نوی صنعتی به 89 عدد رسانیده شده که در آنها تأسیس جای‌های کاری باشد به 776 جای تامین کرده شد. حکومت جمهوری تاجیکستان هدف‌های استراتژی ملی یعنی تامین نمودن استقلالیت انرژتیکی، برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی و تبدیل دادن مملکت به کشور ترانزیتی، حفظ امنیت آذوقه‌واری و دسترسی اهالی به غذای خوش‌صفت، صنعت کنونی با سرعت مملکت و وسیع نمودن شغل پرمحصول را تدریجاً عملی کرده ایستاده است. در نتیجه از 10 ساله دوم دوران استقلالیت رشد باثبات اجتماعی و اقتصادی کشور آغاز گردیده برای رسیدن به هدف عالی خود یعنی بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی کارهای زیاد را به انجام رسانیده ایستاده است. طبق تحلیل و پیشنهاد متخصصان ساحه در شهر و ناحیه‌های ولایت خطلون برای بنیاد با صدها کارگاه و کارخانه‌های صنعتی مخصوصاً در سمت کارکرد محصولات کشاورزی شرایط و امکانات لازمه فراهم میباشد و در همین زمینه روند صنعت کنونی با سرعت کشور امکان می‌دهد که با تأسیس اقتدارهای نوی استحصالی کارکرد نهایی محصولات خام وطنی به راه مانده شده، تأمین بازار خودی با محصولات واردات عوض کننده و به صادرات نگرانیده شده تأمین شده، همزمان جایهای نوی کاری مهیا گردد. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ولایت خطلون، اخبار.